سلام دوستان، امیدوارم حال یکتون عالی باشه. بعد از عمری من یه ویدیو واسهتون ساختم در مورد گیم پلی هستش و گیم پلی که ضبط شده و واسهتون داخل کانال یوتیوب آپلود میکنم. من اونطور که خیلی از بچه‌ها اطلاع دارم دوباره فعالیت کانال برگشته و قراره فعالیت کانال رو از سر بگیریم و کلی سورپرایز، کلی واسهتون سرورهای DNS خواهم داشت که بتونید ریجستر عالی داشته باشید، مثل همین الان که من دارم بازی میدم و ریجسترم رو خودتون میتونید نگاه کنید و یه ریجستر عالی شما بگیرید. انشالله که این ویدیو حمایت بشه و در ویدیوهای بعدی حتما بهتون DNS ها رو معرفی میکنم که بتونید استفاده کنید. خیلی عالیه، پینتون رو میاره پایین، راحت میتونید انمی ها رو هوا اصلا ناک کنید، چه برسه به رو زمین. خیلی ریجستر شادیه و ریجسترتون مثل ریجستر گاد عرب ها میشه و راحت میتونید انمی ها رو بزنید. ریجستر کاملا تو ویدیو مشخصه. انشالله که این ویدیو لایک بخوره و حمایت بشه و در ویدیو بعدی حتما واسهتون DNS معرفی خواهم کرد و داخل کامنت ها بگید که چه آموزشی نیاز دارید که همون رو واسهتون داخل کانال یوتیوب آپلود کنم. حالا این یکی از برنامه های کانالمون بود که دوست داشتم باهاتون در میون بذارم که شما هم اطلاع داشته باشید و حمایت هاتون رو از دریغ نکنید. دم همتون گرم، امیدوارم که حالیتتون عالی باشه. من یه چیزی هم که یادم رفت اول ویدیو بگم که بچه‌ها عیدتون هم که نه عید حالا عیدتون مبارک و انشالله که سال عالی و پربرکتی رو داشته باشید و انشالله با کانال ما هم حال کنید در این سال پیش رو. بچه‌ها بیشتر از این حرفی برای گفتن ندارم و امیدوارم که ویدیو رو حمایت کنید که به ویدیو بعدی هم برسیم که حالا یه چند روز دیگه یا فردا همین ویدیو شاید آپلود کنم. حالا بستگی داره که فایل ها و سایت چطور راه، یعنی DNS ها چطور راه بیاد که حتما واسهتون میذارم که شما راحت از این استفاده کنید. و دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، از گیم پلی لذت ببرید و حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون هم واسم در مورد این ویدیو کامنت کنید و گیم پلی چطور بود، اصلا انمی ها رو چطور زدیم، نوب بودیم، پرو بودیم که قطعا نوب بودیم، در این شکی نیست. ولی خب حتما کامنت هم بذارید. دم یکتون گرم، عشقین همتون، میدونم که حمایت میکنید. آقا این همه پابجی از آپدیت جدیدش تعریف کرد و وقتی که اومد یه جورایی ریجستر واسه کسایی که تو ایران هستن، ای پی ایران دارن، خیلی بده و پینگام به شدت بالاست و این وضعیتی که تو آپدیت جدید پابجی موبایل واقعا خراب کرده و همچنین اینکه 3 تا ریکال واسه لیویک و خیلی زیادیه این کار. شاید واسه کسایی که زیاد میمیرن یا مثلا اینطور دوست دارن پلی بدن خوب باشه، ولی واقعا واسه پلیرهای قدیمی، یکی مثلا مثل من که قدیمی هستیم ولی زیاد ادعا نداریم، ولی خب حالا واسه ما مثلا 3 تا ریکال واسه لیویک همون 2 تاش هم خیلی زیاد بود، ولی 3 تاش کردن دیگه چرت شده بازی که یهو انمی پشت سر ریکال میشه و نمیدونی چه غلطی بکنی، جلوتو بزنی یا پشت سرتو یا چپ و راستتو. با این حال هست که بازم اگه آپدیت ریکال نداشت تو لیویک باز میشد با پورتال کنار اومد. پورتال عالیه اما باز یه جوریه دیگه. خلاصه هر جایی که بگی کمپ و اینکه یهویی مثلا از سیزن قبل که شمشیر داشتیم و راحت راش میدادیم بدون ترس از کمپرها، یهو آورد تو سیزنی که فقط راشه، یک جورایی اصلا بازی نمیشه بازی کرد، یه جوری شده بازی. میدونید خیلی ها شاید این حس رو داشته باشن و خیلی از پلیرها الان دارن نو مود پلی میدن، بدون مود پلی میدن و همون لیویک ساده رو یا ارانگل ساده رو پلی میدن خیلی از بچه ها. این چیزیه که ما داریم میبینیم، واقعا آپدیت خوبی نیست. حالا شاید تو آپدیت بعدی بهتر بشه، ولی این همه واسه آپدیت 6 سالگی پابجی تعریف کردن که زیاد گارد نیست. با این حال ما که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، فقط نظر شخصی خودم بود که خواستم بهتون بگم. حالا خیلی از بچه‌ام شاید با من هم عقیده باشن، حتما داخل کامنت شما هم یه حرفی بزنید که
ببینیم چه خبره. یه نظر سنجی هم یا با این آپدیت واقعا موافق کنم تعداد محدودی با این آپدیت موافق باشن، چون واقعا آپدیت خیلی خوبی نیست. حالا با این حال بچه‌ها امیدوارم که حال دل یکیتون عالی بمونه. من دیگه بیشتر از این حرف نزنم و شما از گیم پلی لذت ببرید. Watch out! Awesome. Good day. We're the best.